سلام چطوریم بچه ها؟ بالاخره تصمیم گرفتم اون کاریو شروع کنم که همیشه دلم میخواست و اینکه اینجا قرار خود واقعی منو ببینیم. من ساینا هستم، 22 سالمه. اینجا قراره با هم دیگه کلی اتفاقای جذاب با هم تجربه کنیم، کلی ویدیوهای خفن تو راهه، از چالش‌ها، بازی‌ها، روزمرگی، اتفاقایی که برام میفته و کلی چیزای قشنگ دیگه قراره براتون به اشتراک بذارم و تصمیم گرفتم اولین ویدیو یوتیوبمو خیلی متفاوت شروع کنم. برای اولین ویدیو یوتیوبم یه شب نشینی خیلی باحال و متفاوت برگزار کنم با دوستم فاطمه که همتون تقریبا میشناسینش. برای اینکه بیشتر بهمون خوش بگذره من اینا رو آماده کردم تا یه مقداری فاطمه اذیت کنیم دیگه. بریم ببینیم چی میشه. اینم همه خوراکی مورد علاقه فاتیه که مطمئنم کلی خوشحال میشه. واسهش آماده کردم تا وسط فیلم دیدم با هم دیگه کلی خوراکی بخوریم. اینم از پشتمونی که من ساختم، کلی جاساز که قراره بهتره کنیم. فاتی تا چند دقیقه دیگه میرسه و هنوز نمیدونه من اینجا رو براش ساختم. بریم عکس عملش رو ببینیم. 2000 years later. سلام، کجا داریم میریم؟ بریم بالا. این پنیر برو بالا. پنیر باشه تو آوردم بخوریم. میخوام بریم بالا پشت پنیر بخوریم؟ آره. یعنی چی؟ چه بره بالا؟ برو بالا. یا خدا. آمده ای؟ برو سمت پشت بود. چی آتیش روشن کردی؟ آتیش نه. این چیه؟ ببینم. تادا! لپتاپم گذاشته؟ بله قراره فیلم ببینیم. این جای چی خالیه؟ جای این پنیره. ببازش. عالیه عالیه. مرسی. واقعا چیکار کنیم اینجا؟ قراره فیلم ببینیم، خوراکی بخوریم. قلیون هم داریم. قرار پانتومیم بازی کنیم. میخوام پانتومیم بازی کنیم. من 2 تا موضوع میدم به تو. تو هم 2 تا موضوع بده. اوکی. 2 تا موضوع ساینا. توی ذهنمونه 2 تا موضوع هم. خب شروع کن. موضوع خیلی سخت. اصلا نمیشه شروع کن. اصلا نمیشه. زودی بفهم. برو بابا. اول بگو چی؟ چند تا؟ به من بگو. 2 تا. دومیش یوله مار خیار سوسیس. خب سوسیس بندری. دو حرفه. حرف اول شاخه خره. حرف دوم خرگوش وحشی، خرگوش کیوت. من نگفتی 2 حرفه. پنجه خرگوش. حرف اول خرگوش. حرف اول خره. خرمگس نه. خرچنگ. میگه خرگوش وحشی خرمگس. چرا خرمگس چرا تو این داره؟ خب ایوون شغل غذا. اما چی کار میکنی؟ آتی چی کار داری میکنی؟
از کجا آوردی؟ فقط پایین رو قرار می‌گیرن. توی عروسیه. این بود بابا قرار بود بترسونمه. میگه فاتی سردمه. ولی با چهارشنبه سوری میاد. بریم ادامه ویدیو. ادامه پانتومیم. آره پانتومیم. خب 2 تاست. اولیش پادشاه، تاج، کلاه، خان، تاج، شاه، آخر شاماهی، شاپروتز، اولی شاهه، خب دومی پروتز لبه، ماهیه، این چیزه پری دریایی، شاه پری دریایی، پری دریایی، شاه دریایی، پری شاه پری دریایی، شاه زاده. خب 2 تاست. اولیش شاه پری دریایی که میخزه، شاه پری، شاه پری رفت. با یه بار دیگه بسه شاه نمیدونم، شاه پری دریایی، یک شاهی بوده که پری دریایی بوده که شاه پریانه رفته. شاه پریان خودت کشتی. من چلکی گفتم دارم میگم پری یان. این چیه یا؟ تو بگو. خب نوبت منه. دو حرف اول بلبل میزنه. خب چیه این؟ جوجه حرف نزن. اوکی برو. 2 حرف اول جوجه است، جوجه اردک زشت، مرغش 2 پا داره. حرف دوم مرغ عاشق، مرغ عشقی، نه چی بود اسم پرنده؟ مرغ عاشق، نه اسمش یادم نمید. اسم پرنده مرغ عاشق شده. نه واسه حالم نکن الان میگم اسم مرغ یادم نمید. فنچ نه عشق مرغ عشق. آفرین میگه مرغ عاشق. اسم مرغ عشق یادش نمیاد. اسم مرغ عشق یادم نمیومد.
باشیم. خیلی دار خوش میگذره بچه‌ها، جاتون خالی. یه چیزی راستی میخواستم باید نسکافه بیارم. چرا نمیاد؟ نسکافه بیارم. چرا نمیاد؟ الان میرم برمیام. تو با بچه‌ها صحبت کن، من باید نسکافه بیارم. بچه‌ها واقعا دوست خوب نعمت. بیام نصیحت کنیم همدیگه رو. یکم با هم صحبت کنیم، درد و دل. من چی میگم؟ من میترسم اینجا. حتی تنها رو پشت بون تاریکه. چرا نمیاد؟ میترسم بچه ها تنها نذار. ساینا! خب بچه من آبو گذاشتم جوش بشه. 2 تا نسکافه ریختم داخل این ظرفا که میخوام توی یکیشو بکنم پر از نمک. وای نه کمه. صبر کنیم. الهی بگردم فکر میکنم الان این نسکافه خیلی خوشمزه بود بچه، فقط نمک کنیم. عالیه، فقط ارتفاع نمک بود. حالا آبیشو بگم توی نسکافه یه رنگاشو که فرق کنه. بالاخره ساینا اومد. عروس خانم. به 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 به. عشق جان. نسکافه آوردم گرم شی. خدا بینازی دوست. قیبونت دارم. به به. بزن نوش جان. واقعا میچسبه تو این هوا. خیلی خوشمزه است. به به. بفرمایید. بس تعریف کنیم. آره. راجع به چی تعریف کنیم؟ راجع به گندکاریام. آره. اونا رو که نمیشه تو. نه اصلا این خاطره رو یه خاطره رو بگی. خواهی تو سرم. چرا شو؟ برات آب آوردم. چرا آب آورده؟ خیلی خورپوشی. اینم شوره؟ نه مسکو زبونت خیلی شوره. ای خاک تو سرت، بده من. من دیگه بده اعتماد ندارم. زدی تو این همه نسکافه، حیف بود. نخواستی. سورپرایز قبلیم زیاد درست با برنامه‌ریزی پیش رفت و گفتم این یکی تلافی کنم. خدا نده از این دوستا. یه خب خوشمزه. میریزم رود به خدا. میریزم. بخور خودت. خب اینو بخور، این دیگه بدون شکر برات زدم. شکر داره. نه با اشتهام خوردم یه قلاب انقدر. خدایی فکرش نمی کردی؟ نه. حالا توی این قسمت از ویدیو به 5 از سوالاتون که خیلی پرتکرار بود و جواب بدیم. اولش تو میگی یا من بگم؟ تا بگو. خب یکی از سوالایی که از ما پرسیده بودن اینه که تا حالا همدیگر ناراحت کردین؟ بله. با افتخار. بله. آره. 100 بار. 100,000 بار. خیلی سرد انگار مجبوری. آره خلاصه فقط به عشق شما. آره تو کجا ناراحت شدی از دست من؟ یادم نمیاد. اونجوری نیست که بخوام بگم که یه بار بوده. خیلی بوده؟ خیلی بوده. بیا برو بابا، مگه من تو هم؟ نه میدونی اونجوری نبوده که تو ذهنم بمونه. تو ذهنم نمیمونه. تا من خیلی ناراحت کردی. بچه پاتو خیلی قرقر. همیشه همه چه باید بگه بدی خیلی قرقریه، بدی خیلی قرقریه. عشق منی. نمیخواد حالا اینجوری کاری. سوال بعدی اینه که تا حالا با هم دیگه مسافرت رفتیم؟ بله. 100,000 بار. 100 میلیارد سال بار. خب یکی از سوال دیگه تو این بود که دوست دارین چی رو با هم دیگه تجربه کنی؟ دوست داری چی رو با من تجربه کنی؟ این مسافرت خارجه. مثلا کجا؟ کجا میری آمو؟ تعریف کن توی رو.
تو چی میری؟ تعریف کن تا بیام. تعریف کن. دوباره بخوای بری یه چیزی شور کنی بیا. تعریف کن تا بیام. مسافرت خارجه؟ مسافرت خارجه. خب ساینا تنها بود. ساینا من دوست دارم باهات برم مسافرت خارجه. کجا دیگه؟ چی کار میکنی؟ ساینا چی کار میکنی؟ مسافرت میخوای ترقه بسید تو صورتم؟ ساینا میگم بچه ها دوباره میخواد یه کاری کنه. چی کار داری میکنی؟ مسافرت خارجه. خب دیگه بشن نمیشه خاک برسه. خدا وکیل همه سورپرایزم وای دوباره بچه ها میخواد یه کار دیگه کنه. بابا از این جیغی هست. ها فکرم باید پایینش میخوام بگم. ها پایین. اینجوریش کن اینجوریش کن. این نرم تو هوا. خیلی سخت خورد تو دستم. بلش کن. وایسا رو بگم. اینم یه بلای سر خودش میاره. نزنی تو سرم ما. سرم بگرم بالا. ها بگیرم بالا. ها میره تو هوا. میترسم بیرون بمبیه. بمبی ساینا اینجا. روشه باید بزنی رو زمین. تو خدا تو دستم میترسونمه. من دیگه ترسیدم. بیا کنار. بیا کنار. چرا قصدش کرد؟ چرا قصدش من داشتم نگاهی تو هوا میکردم. همسایه همه دارن دیگه میکنن سر خوب شدی همسایه. تو رو خدا این میخواد این دوباره میخواد تو دسته بره میخواد تو یافش نه یه دون دیگه هم داره. تو رو خدا یه دون دیگه هم تو داره. رو خدا تحت خطر بسید. بده اون یکی بزن حالا. بچه ساینا همین جور داره منو سورپرایز میکنه. بابا قرار بود بترسونمت. قرار نبود جدی ترسیدم. از صداش ترسیدم. گوشم پوکید میگم. پرده یه گوشم پاره شد. بچه‌ها این کارا رو نکنید. لطفا این کارا رو نکنید. آره. اینشون بیشعور هستن این کارا رو. من واسه فقط اینو بترسونم. کار به همسایه. این به تنه درختم نمیگن. بچه خوشتون اومد از این سورپرایزش؟ من که عالیم نگاه چشام داره. هرچند خیلی از سورپرایزام واقعا سورپرایز نبود ولی همین که فاتی اذیت کردم حال داده. امیدوارم من از این به بعد دهنم سرویسه. بچه‌ها ویدیوهای بعدیاش که دیگه واقعا حرفه‌ای‌تر ادامه میدم. الان خیلی چیز بود. خیلی آماتور حرفه‌ای بودم. نبود. آره حرفه‌ای هول نبود. شدم بعد تو پشت حرفه‌ای نبودم این شد. پشت بوم بودیم ما. گوشم هنوز داره سوت میکشه.
فقط دوتایی که گرفت رو دستم دیدی؟ دوباره میگه یکی دیگه هم دارم میخوام بزنم. واسه یه چیز دیگه هم دارم اینجا. یا خدا چیه اکلیسارن حالا یه اکلیسارن یا تو جیبش میاره بیرون میگه اینو هم دارم. میخوایم اینجوری یه خورده هیجانا بچه ها خدافزی کنیم. خرابه. امیدوارم خوشتون اومده باشه از این ویدیو. لایک سابسکرایب یادتون نره. عاشقتونم. بای بای. منتظر ویدیو بعدی باشی. خدا حافظ.